بسیار هیجان زدم. گالری ایوان خیلی خوبه برام، خیلی اصلا خیلی زیاد خوبه. چطوری؟ اینجا همون آینه معروفی است که توی ویدیوی قبلی بود. داشتم میرفتم گالری شیرین، گفتم بسته است و خدا را شکر این هفته باز بود و کارهای علیرضا خطیبی هم بود و کاراش هم واقعا خیلی خوب بود. حتما بیاید حتما بیاید گالری های این هفته خیلی خوب بود. بهتون توصیه میکنم که حتما گالری های این هفته رو ببینید. فکر کنم تا 14 مرداد هم باشن همشون. حتما بریم ببینید، گالری ها خیلی خوب بودن این هفته. اصلا نگم براتون، اصلا این عالی، اصلا خیلی خوب بودن. اینجا هم گالری عصر، آخرین گالریه که میخوام ببینم امروز و این هفته. واسه همینجا با تو خداحافظی میکنم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بعد نظر، پیشنهاد و اینام داشتین حتما برام بذارید. گالری های پیشنهادی هم که دارید که بخوام برم ببینم و اینا، اگه چیزی مد نظرتون حتما بهم بگید. فعلا بوس به کلتون، خداحافظ.